سلام، حالتون چطوره؟ یونا هستم از کانال پیشگویی یونا. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب بچه ها، موضوع امروزمون یه لحظه بذار من روشن کنم. موضوع امروزمون در مورد اینه که میخوایم ببینیم که در نبود شما چه احساسی داره، چه حالی، چه وضعیتی، چه مودی. اوکی؟ خب بریم نیت کنین، انرژی بفرستین. راستی بچه ها، ویدئوی قبلمون یک ویدئو در مورد 4 عنصر، تمام بچه ها یه فایل کلی از لحاظ احساسی، کاری، مالی، همه چی داخلش گفته شده. حتما یه دونه ویدئوی قبلی رو ببینید و خیلی پیام ها هستش، خیلی پیام چنلی خوب. خب بریم سراغ این فایلمون، انرژی خونیمون. بریم تو نبود شما کیسات فیتون چیکار کنیم. یک سوره هم تصمیم بخونیم برای پاکسازی انرژی و بریم سراغش. خب آماده این؟ کامنت خدایا شکرت رو فراموشی نکنید، شکرگزاری کنید تا چندین برابر برگرده بهتون. حتما همین زیر همین پست کامنت کنید خدایا شکرت و یادآوری کنید نعمت هایی که دارید، حالا هر مسئله‌ای که هست. خب ببینیم کیس عاطفی تو چه وضعیتیه. انگار توی دوراهی گیر کرده. خب یه حالتیه که نمیدونه میخواد چی کار کنه و میشه گفت بین خانوادهش و شما مونده. یک همچین انرژی بین خانوادهش و شما مونده. خیلی میدونی یه حالتی مثل این که یه نفر میگه یا من یا یکی دیگه، یا من یا مثلا یه موقعیت، یه همچین حالتی رو دارم میبینم. خب آره، از یه طرف انگار امیدواره، از یه طرف ناامیده. همچنان با اینکه اگر بینتون قهر و پایانیه، چون میخواستیم ببینیم در نبود شما چه احساسی داره. وفاداره، نمیبینم جایی رفته باشه این فرد. یه خورده فشار دیده میشه، مخصوصا از سمت خانواده. انگار تا میخواد قدمی برداره، اون قدم کنسل میشه و میشه گفت یه جوری گذشتش هم داره اذیتش میکنه. برای بعضیا این فرد قبلا متأهل بوده، یا خانواده داشته، یک گذشته ای داشته که الان موجب این شده که یه خورده اطرافیانش حساس بشن. بریم ببینیم اوکی الان با این وضعیت و با این مود میتونه اصلا کاری کنه. یکم دیگه از حالش بگه کارتامون. آها، چقدر به جا افتاد همه کارت. ببینید انگار وضعیت در حال حاضرش یه وضعیتیه که خیلی تحت تاثیره، خیلی باهاش حرف میزنن، خیلی اطرافیان سعی میکنن توی ترس نگهش دارن. انگار حالا نمیدونم این بساط رابطه چرا، ولی مثلا چه چیزی هستش که حالا انقدر اطرافیان دارن تو گوشش میخونن که نه فلانه. میدونی مخالفت های بیرونی دیده میشه، به شک انداختنش. دقیقا مثل اینجا که گفتیم تو کارتا گفته توی دوراهیه، سر دوراهیه، تکلیفش نامشخصه، با خودش نمیدونه. یه لحظه امیدواره، یه لحظه ناامیده، یه لحظه میگه که نه دیگه تصمیممو گرفتم، باز چند دقیقه دیگه تصمیمشو نقض میکنه. از یه طرف حوصله شنیدن حرفای اطرافیانش رو هم انگار نداره. خب باشه، تصمیم این فرد برای این جریان چه چیزی هست؟ این کارت ها به هم افتاد. اوکی،
ببینید این فرد باید از افکار تاریک خودش ببینید، انگار خیلی رفته توی خودش، خیلی گرفته است، خیلی هیچکی نمیفهمتش. حتی توی خانواده خودش کسایی هستن که زخم زبون بهش میزنن انگار. خب اطرافیانش براش سخت کردن اوضاع رو، ولی از یه طرف این کارت بعدیش نشون میده که ممکنه یه حرکتی بزنه حداقل از وضعیتی که الان خودش توشه بیرون بیاد. یه خورده سنگینه، افسرده شده، یه خورده حالش خوب نیست، منزوی شده، رفته توی خودش. بخوایم بیشتر بفهمیم چی؟ ببینید بهش پیشنهاد میدن، پیشنهاد کیس جدید دارن اطرافیانش بهش میدن، اما جواب این فرد عشقیه که در گذشتش داره، عشقیه که هنوز توی فکر اونه. یعنی با وجود پیشنهاد، با وجود کیسایی که دارن بهش معرفی میکنن، هنوز نتونسته به خیال شما بشه. خب باشه، میتونه نشون بدی که چی کار میکنه دقیقا. خیلی این فرد میگم تا خودش از وضعیت که توشه بیرون نیاد اتفاق نمیفته. میشه گفتش که شاید اتفاق حالا نه تو آینده نزدیک ولی تغییراتی هست، رو به رشد میره. این فرد یه خورده باید مستقل شه، یه خورده باید از اون درون خودش، از اون منطقه امن خودش، از اون جایی که یه خورده ممکنه وابستگی به خانواده داشته باشه، باید از اون بیرون بیاد. اگر از اون بیرون بیاد، از اون منطقه بیرون بیاد، خیلی میتونه به سمت شما بیاد. بریم اینجا ببینیم که 3 تا پیام چنلی شد، 4 تا. خب تو هم که برو ببینیم چه پیام هایی داره. دیگه این پیام های مستقیم به شماست. بیا هم ببینیم. خیلی دوست داره، مشتاق دیدار انگار. یه مدت طولانی با هم نبودیم، پیش هم نبودیم، برام ثبت میکنیم. دقیقا انگار این شکلیه که بذار من مشکلم حل کنم، بذار این موانعی که جلوی منه رو از پسش بر بیام. زمستون امکان داره تو فصل زمستون اتفاقهایی بیفته یا قدم‌های مثبتی برداشته شه. من خیلی دوستت دارم. و پیام آخر ویسی فوراور، با تو بر همیشه. خیلی این فرد خیلی به شما مطمئنه، به تصمیمش در مورد شما، به اون چیزی که میخواد از شما در رابطه و یا هر چیزی. یه جورایی خیلی درگیره، ولی در اوج درگیری های فکریش حواسش هست. دنبال فرصت برای برگشتن، دنبال فرصت برای درست کردن، ولی میدونه برای درست کردن باید اول خودش رو تغییر بده. یه خورده انگار ضعیف شده، یا حرف اطرافیانش انگار خیلی روش تأثیر گذاشته، مخصوصا خانواده، خب که موجب شده یه خورده سست بشه نسبت به تصمیم گیریش و این رو خودش هم میدونه و در فکر تغییراته. به هر حال هر آدمی توی زندگیش تصمیماتی میگیره و خب درست و غلطی هایی هم وجود داره. بهترین براتون آرزو میکنم کامنت خدا شکر فراموش نکنین برای جذب انرژی بیشتر و خدا نگهدار.